салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед, ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیوی پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز با هم درباره حدود صبر به اذیت شوهر صحبت میکنیم. حیات مشترک، حیات زن و شوهری چگونه که میگوییم و میدانیم بدون صبر علاج نیست که پیش رود و در این سفر دور و دراز هر کسی که صبر ندارد خیلی زود شکست میخورد و خیلی ها هستند که بار یکم نه و دوم و سوم و چهارم و پنجم تا چندین مراتبه ازدواج میکنند، آن هم به خاطر بی‌صبریه که به یک مشکلی های کوچک و یا به بعضی از اخلاق همسری خود داشتند و علل خصوص در خود ما در عرف تاجیکستان در این مسئله خیلی زود در صبر یک تشدد هم گفته می توانیم داریم، برای آنکه بعضی ها گمان میکنند وقتی گفتیم حیات مشترک بی صبر به پیش نمی رود و هرگز گمان نکنید که شما بدون صبر می توانید یک عائله برپا کنید. بعضی ها می گویند در همه حالت، در همه احوال زن هم باید صبر کند، شوهر هم باید صبر کند. در مسئله صبر شوهر که حدودش چقدر است و پیامبر صلی الله علیه و سلم تا چه اندازه صبر کرده بودند، تا چه اندازه حتی همسران خود را جزا هم داده بود بعضی خطاگی‌هایی
که جدی بود و حتی در بعض مسئله اندازه عموماً بی‌پرواگی کرده بودند و این خودش یک دستور زندگی باید باشد. در برنامه بعدی صحبت میکنیم و موضوع که کلان است باید درباره صبر زنها با هم صحبت داشته باشیم و این مسئله رو از دو طرف نگاه کنیم. از جهتی که حتما باید در بعضی از امور صبر کرد و بدون صبر هیچ علاجی نیست و از جهت دیگر که مسئله های و یا حالت های هم هست که نباید صبر کرده شود و زن در وقت صبر کردن به جز اینکه گناهکار می شود حیات خودش را و آینده فرزندان خود را هم نابود می کند. پیش از همه درباره و اگر صبر نکرد او بلای جان شوهرش می شود. این صبر به بیپولی یا گفتیم صبر به شرایط تنگ. همه می دانیم که در روی زمین شاید همه زهر کمبغلی را چشیده باشند و ایده که تمام عمر حتی ثروتمند هستند گاهی می شود که به قرض غوطه می خورند و مدت های دراز و اون که می بینیم همه چیز دارند اما قرض دار هستند و هر زنی که پیش از ازدواج کردن و یا حتی بعد از ازدواج تصمیم گرفت که من به همه چیز صبر کرده میتوانم اما به بیپولی نه، به شرایط تنگ نه و اگر کمی شرایط تنگ یا دستی تنگ شوهر را دید دویده به این و به آن شکایت کرد و دیگر در همه جا از بیپولی صحبت کرد، بدانید که این زندگی دور و دراز داشته نمیتواند و یا داشته باشد هم آنقدر در نزد شوهر خود بی‌آب شود که هیچ مرد چنین زنها را نه عزتش میکنند نه احترامش میکنند و نه آرزو دارند که با این گونه زن زندگی کنند. پس صبر اولی که هر یک زن و هر یک مادر و هر یک دخترک حتی هنوز به خانه شوهر نرفته در قلبش جای شده باشد، این صبر به بیپولی، صبر کردن به کم دستی شوهر می باشد. و از این هم می بینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن که اگر به زندگیشان نگاه کنیم بهترین زندگی بود و همسرانشان هم حتی حضرت عایشه می گویند بار به ما دست نبرداشته بودند، بار در امور شخصی خود به خاطر خود شده یگان نفر از ما را با یگان موضوع سخنی بد نگفته بودند. لیکن همه میدانیم که همسران پیامبر با پیامبر در یک زندگی عموماً از زاهدانه، زندگی که به دنیا و به نعمتهای دنیا هیچ طمعی ندارد زیسته بودند. با آن هم این همه خوشبخت بودند و حتی با حضرت خدیجه که یکی از ثروتمندترین زنها بودند وقتی ازدواج کردند بعد از اسلام پیامبر صلی الله علیه و سلم یا گفتیم مبعوث شدن پیامبر و پیامبر اعلان شویشان، حضرت خدیجه آن همه مال و ثروت را در راه الله به خاطر الله و البته که همچون وفاداری به شوهر نفقه کرده بودند. و درباره زندگی خودی حضرت فاطمه نگاه کنیم هم میبینیم که حضرت فاطمه میگویند آنقدر من در خانه علی از کم دستی و به اینکه به خادم نیاز داشتم به کارهای خانه مشغول میشدم که حتی هر دو کف دستان من کفیده بودند و از ضرب آسیاب کردن و از ضرب خدمت زیادی خانه کردن و شرایط علی هم نبود که به ما یک خادم بیاورد، اما بهترین زندگی را داشتند. و حضرت علی چگونه که میدونیم حیاتی که با حضرت فاطمه دارن و آن صحبت هایی که بینشان شد و حتی تا اندازه‌ای که حضرت فاطمه میگویند پس از وفات من نگذار که نه کسی مرا بشوید نه کسی مرا کفن کند، این خودت مرا بشوی و کفن کن، که این وصیت همسر را حضرت علی انجام میدهند. و در زندگی عادی هم به هر خاله که و یا به هر زنهایی که در حقیقت همراهی همسر مدتی دراز زندگی خیلی خوب داشتن اگر صحبت کنیم، زیادی صبرشان به کم دستی بود. زیادی زنها و عائله هایی که خوشبخت زندگی کردن این است که زنها به کم دستی شوهر
صبر کردند و این چونین شکایت نکردند بلکه دستگیری کردند و همین دستگیری برای شوهر بسنده بود که تمام عمر میخواهد همچون نمونوی از همسر خود یاد کند و حتی برای خود اکثریت اجازه نمیدهند که سخنی بده درباره همسر رود و میگویند او مرا وقتی دستگیری کرده بود دیگر یگان نفر حتی خواهر و برادرم هم دستگیری نکرده بودند. اما برعکس این البته بیخبر نیستیم از زنهایی که با چشم خود میبینند که شوهر در حالت قرار دارد که دست تنگ دارد، در حالت قرار دارد که او نمیتواند آن شرایطی که زن میخواهد، آن سر و لباس، آن حیاتی که زن میخواهد مهیا کند برای آنکه یا بیمار است یا کارش پست رفت یا چیزی دیگر، شکایت میکنند و از اینو به آن گریه و اگر تو مثل فلانی شوهر مرد میبودی چنان میکردی، چرا تو مثل برادرم نیستی، ببین برادری من به ینگه ام چیکار کرد، که ما که خیلی مقایسه رو در حیات شخصی دوست میداریم. به خواهرم نگاه کن، شوهرش به او چه زندگی مهیا کرد، به دوگانه هم نگاه کن، تو هم مرد هستی او هم مرد است، تو هم این هستی اون هم آن است. با همین زندگی را تلخ میکنند که اکثریت این مردها آرزویشان چیکار کنم که با این زن من زندگی دور و دراز نداشته باشم، طلاقش ندهم، هم همراهش زیاد نباشم یا از پای همسر دیگری شوم که با این گونه از سخنهای قبیح یا تحقیر و مذمت و ناشکری مرا نرنجاند. و اساسی صبری که شما با اون صبر برد میکنید، این اولین صبر به کم دستی هست که هر انسان به کم دستی میتواند صبر کند و یک لقمه هم سبب میشود که انسان زنده بماند. یعنی حتمی نیست که ما در ناز و نعمت باشیم. و چیزی دیگری که زنها اگر صبر کنند در حقیقت هم پاداش میگیرند و هم به حرمت و عزت فرزندان و اهل عائله شوهر و خود شوهر نائل می شوند. این صبر به بیماری شوهر می باشد. البته می دانیم که ما در تاجیک‌ها یک عرف خیلی زیبا داریم که وقتی شوهر بیمار شد، مثل ببخشید روس‌ها هرگز شوهر بیمار یک سو گذاشته نمی روند و یا مثل اروپا و یا ملت‌های دیگری غیر اسلامی که شوهری که بیمار شد دیگر یا میبرند و به جای میپرتویند یا الکی از پای شوهری دیگر میشوند. نه، در تاجیک‌ها این چیز تقریبا وجود ندارد، اما چیزی دیگر وجود دارد. آره، بیمار بینی میکنند یا زنها از پای شوهر بیمار خود میشوند، اما با 1001 منت و دعای بد و تو در وقتش این کرده بودی و این رو میدونیم که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. انسان هر نیکی که کرد، هر صدقه و خوبی که کرد، وقتی منت و اذیت دادید، دیگر نه در نزد پروردگار اجر دارد، نه دیگر در نزد همین شوهر. یعنی شوهری بیماری که همسرش او را نگاه و بین میکند، اون هم به خاطر شرم و حیا از مردم و یا به خاطر اینکه عرف تاجیکستان این را نمی بردارد، و ایده کمی هم که به خاطر آنکه ثواب گیرند و اجر رحیمه همسری ایوب پیامبر را که ایوب به مدت آنکه 30 سال و زیاده، در بعضی قولها 18 سال و زیادتر بیمار بودند، همسرشان در کنارشان بودند و برعکس می رفتند و نان پیدا می کردند و می آوردند و می خوردند و در یک کنج شهر، آن هم در خانه نه، در یک مکانی که از مردم دور است و گفتیم یک خیمچه، زندگی خود را دوام دادند. و این صبر همسر حضرت ایوب بود که با گذشت آن همه 100 ساله های دور تاریخ نامشان تا حال همچون یک زن صابره ذکر می شود. اما خیلی که گفتم، ما می دونیم که این چیز در ما خوشبختانه در زنهای تاجیک نیست که شوهر بیمار را یک سو گذارند و بروند. مشکلی در آن است که برابر نگاه و بین کردن، اذیت دادن هست، منت کردن هست، 1001 بار پیشتره گناه های شوهر رو به زبان آوردن است که تو این بودی الان این هستی، ببین به من محتاج شدی. یعنی این چیزها نه در نزد شوهر قدر میماند و نه انسان به کار این ثوابش اجر میگیرد. و مسئله دیگر مسئله صبر به اخلاق است. همه میدونیم که انسان هرچی باشد، هم عالم باشد، عابد باشد، یک انسانی باشد که در یک عائله آبرومند بزرگ شد، ولی او انسان است و کل بنی آدم خطاءون، تمامی فرزندان آدم خطاکارند. ایده هستند که تا اندازه اخلاقشان بد، ایده هست که تا اندازه اخلاقشان بدتر. و
با این اخلاق بدی خود یک اذیت به همسر خود یا به زن خود میرساند. و زن در این وقت، بعضی از زنها هستند که میگویند من به این اخلاق تاب آورده نمیتوانم و به هر کسی که حتی در سر راه روبرو شدن همین اخلاق بدی شوهر خود را شکایت میکنند. و با این فضیلتی گروه های اینترنتی و با این وسایل اتصالی که با هم داریم، یعنی کم نیستن دوگانه هایی که در یک گروه درباره اخلاق بدی شوهر خود گپ میزنند. آره جرأتی طلاق گرفتن و یا اینکه آن نفر را اصلاح کردن نه، اما غیبت شوهر تا اندازه پهن شده است که همه میدانند که فلانی شوهرش چنین گناهی بد داشته است و یا فلانی شوهرش چنین اخلاق بد داشته است. ولی ما میدونیم که اخلاق بد داشتن در همه انسان وجود دارد و هر یک انسان میتواند یک جهتی بدی داشته باشد. ایده هستند که زیادتر بدی دارند اما جهتی نیکی دیگر هم دارند. برای همین در حدیث مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا یفرک مؤمنا مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخر. هرگز بد نبیند، نفرت نکند مؤمن از مؤمنه، یعنی شوهر از زن خود. عکسش با هم حدیث رو گیریم معنا می شود، یعنی زن از شوهر خود. اگر یک خلق بدش رو دیدید، خلق نیکی دیگری هم دارد. برای همین به خاطر یک نیکی که کرد، ببخشید بدیه که کرد یا یک اخلاق بدی دارد که مثلا گاهی دروغ میگوید یا گاهی به گناه های دیگری پنهانی دست میزند در حالی که او پشیمان است و اخلاق خوبی دیگر هم دارد، و یا زبانی دراز دارد که زیاده در بعضی مسئله ها زبان درازی میکند، این نباید سبب شود که من با این مرد زندگی را دوام نمیدهم و یا اینکه این مرد را در همه جا میتوانم غیبت کنم و حتی هزار یک تهمت دیگر را بالای او بیاورم. یعنی میشود که به بعضی از اذیت ها و یا بدی اخلاق ها صبر کرد و آن را به جای به همه فاش کردن و به همه از آن خبر دادن و به این و به آن رفته گفتن، به جای این راه معالجه اش را دید که با کدام راه می شود اصلاح کرد. ولی اینجا مسئله دیگر این است که در حقیقت بعضی ها از حد زیاد اخلاق بد دارند. معنای از حد زیاد این است که در هر لحظه شوهر می تواند همسرش رو با پدر و مادرش لعنت کند و دشنام های دیگر کند. در هر یک خطاگی های کوچک که چرا تو به من صدایت را بلند کردی و یا چرا تو این را نکردی آن را نکردی، زیر شرطه و لط و کوب قرار دهد. و زنهای هم هستند که حدود 20 سال زندگی کردند و در یک هفته یک بار یا دو بار لط و کوب شدند. و زنهای هم هستند که حدود 30 سال و 40 سال زندگی کردند و آنها به جز زبان دشنام و حقارت و تحقیر دیگر هیچ زبانی را از شوهر نشنیدند. آیا در این مسئله هم باید سکوت کرد و حق شوهر را اسلام به اندازه بالا برآورد که ما باید اگر سجده کردن به جز الله به یگان چیز دیگر جایز می بود به شوهران بود و این حق شوهر است که صبر کرد. انا این مسئله جدی هست که مویان در این مسئله عموما تقریبا اهمیت نمیدهیم. یعنی یک درست از مرد برآمده میگوید یا یگان زیایی یا گفتیم یگان نفری که از دین صحبت میکند یا از اخلاق صحبت میکند، میگوید نباید هرگز زن صدایش را به شوهرش بلند کند. یا حکم زنهایی که شوهر را چنین دشنام کردن چی است؟ اینها بوی جنت را نمیبینند، اینها این را نمیبینند. اما مقابلش چی؟ عکسش چی؟ یعنی مردی که زن رو با پدرت، با مادرت، با خواهرت، با اکت، نعوذ با همه این چیزها دشنام میکنند، حکم اونها چی؟ و آیا زن، یعنی زن که بجز اینکه زن است همسر این مرد است، حقوق بالاترین پس از حق پروردگار حق همین شوهر است، آیا بالای او حتمی است که تمام تحقیر و دشنام و بدزبانی و لط و کوب اینها رو همش رو به خود فرو برد، تحمل و هضم کند و چیزی نگوید؟ چون صدا بلند کردن هم، داد و فغان کردن هم جایز نیست و زن است و یگان کلمه نه تو گوید نه چیزی دیگر گوید. این مسئله هست که عرف تاجیکستان و شریعت از هم کاملا فرق میکنند. و حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ملعون من سب اباه ملعون من سب امه،
ملعون است، لعنت شده است هر کسی که دشنام میکند پدرش را و هر کسی که دشنام میکند مادرش را. وقتی سوال داده می شود که مگر انسان پدر و مادرش را لعنت میکند، میگویند وقتی پدر و مادر دیگر را کردی او هم پدر و مادر تو را میکند، گویا که پدر و مادر خودت را کردی. پس خواه نسبت زن این را گفته شود، خواه نسبت شوهر این را گفته شود، وقتی که مرد پدر و مادر زن را حقارت میکند و دشنام میکند و سخنهای قبیح میگوید، اینجا مسئله این است که شما شوهر من هستید، من ساکت باشم و گپ نزنم. این عموما دور از انسانیت هست که انسان تا اندازه خود را ببخشید کنیز شوهر کند که تو درباره پدر و مادر من هر چی گویی هم من نباید به تو دهان باز کنم. و حتی صدا بلند کردن که در بسیار جایها میگویند حکم زنهایی که صدایشان بالای شوهر بلند است چی است میگفتید و یک نفر هم میخیزد و از جایش حکمشان این است آن است میگویند. آخر صدا بلند کردن در خاندان پیامبر بود. حدیث در ابو داوود است و مثل ماه روشن است که وقتی که در مسند امام احمد هم هست، وقتی حضرت ابوبکر از نزد خانه پیامبر به مسجد می رفتن یا می گذشتن، می شنوند که صدای حضرت عایشه بلندتر است از صدای محمد صلی الله علیه و سلم و این را شنیده غضب خود را داشته نمی توانند و دویده به خانه در آمده میگویند تو کی هستی که به رسول الله یعنی به پیامبر الله صدا بلند. و وقتی که دخترشان رو زدنی میشوند که این چه اخلاقی هست که تو به پیامبر صدا بلند کرده ایستاده ای، خود پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه را طرفگیری میکنن یا حمایه میکنن از پدر که مبادای دستان پدرش به او نزند و حضرت عایشه شرطه نخورند. و وقتی که حدیث از این آمد که گاهی میشد است که زن هم خود را اداره کرده نمیتواند، یا گفتیم حتی این در خاندان پیامبر به ضمن آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما کان فاحشا ولا متفحشا، هرگز دشنامگو و حقارت کن نبودند، کسی را در حیاتشان با پدر و مادرش دشنام نکرده بودند، اما صدا بلند کردن بود. یعنی صدا بلند کردن در بعضی حالتها این را گوییم که این انسان است و وقت حقوقش پایمال می شود، حدودش را گذشته می شود، خطا از او سر زد ولی پدر او را، مادر او را، خواهر او را و تمام گذشتگان و اولاد او را دشنام می کنید، او هم باید زبان دراز کند، او هم باید دفاع از حق پدر و مادر بیچاره‌اش کند که آنها بالای این زن مثل پدرش حق و حقوق دارند. پس مسئله اخلاقی تا اندازه رود که مرد به خود اجازه دهد که همه حدودها را میتواند بشکند، چون این زن زنی او هست و من بالای زنم حق دارم، من او را چی خواستم میگویم و میکنم. اینجا مسئله صبر نیست و آیتی که میگویم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، همانا اجر صابران و صبر کننده ها به حساب کتاب یعنی به پایان داده می شود، الله اجر آنها را ضایع نمی کند. این را بدانید که اینجا نباید صبر شود، یعنی وقتی که حدود آمد که تا اندازه شد که یعنی زن همه چیز را تحمل کند، در حالتی که اینجا ظالم مثلا شوهر است و مظلوم زن است. اما گفتیم نه، خطاگی از دو طرف شد، این هم گفت او هم گفت. خطاگی که این درباره پدر و مادر شوهر گفت، شوهر هم نتوانست، یا تانه که این زد اون هم. این خیلی جنگ و جنجال ها یا صحبت های دو طرفه می شود. اما مسئله که همیشه مرا به پدر و مادرم دشنام میکند و به خود اجازه هم میدهد که هرچی به دهان آمد درباره پدر و مادر من بگوید، این مسئله نیست که زنها صبر کند و بگوید چشم شما شوهر هستید و من اگر به شما صدا بلند کردم بوی جنت را نمیبینم برای آن که فلانی فلانی دامولا یا فلانی ها چنین گفته بود. و اکثریتی که سوال میدهند همین که آیا زن حق دارد میش به شوهرش همین را گوید، اگر در کدام گپ گفت، در کدام حالت گفت سوال داده می شود. البته اون طرف هم گفت و این طرف هم گفت. پس مسئله از حد زبان دراز کنی یا تحقیر و دشنامی که تا اندازه هر روز و هر شب هست و اون در یک بار، یعنی در وقت غذا
در حالت‌هایی که 1 ماه و 2 ماه پس در همه خانه‌ها می‌شود، مسئله علاهیده که در همه می‌شود، بین پدر و مادر، بین فرزند و اولاد اینها می‌شود. اما مسئله‌ای که هر روز این چیز می‌شود و تا اندازه دشنام و خشونت وجود دارد که دیگر برای خود همه چیز رو اجازه داده است. تو زنی من هستی، من چی خواستم میگویم. اینجا نباید صبر باشد. این یک نمودی تعبدی، ببخشید، خود را برده و کنیز ساختن می باشد. مسئله دیگر، مسئله این که بعضی از گناه ها یا بعضی از چیزهایی هست که زن به آن اگر تحمل کرد شریک گناه می شود. مثل همون به نزدیکی بود که در برنامه گذشته بود، به فکرم خواهر سوال کرد که من میدانم که شوهر من حرام خور است و یک کارمند دیگری دولتی بود، همسرش به من شخصا خط کرد، نمیدونم از این کجا باشد، در حقیقت باشد یا ساخته کاری باشد، که من میدانم که شوهرم همیشه پوره میگیرد، میدونم که شوهرم با هر کسی که از روی دین و اخلاق و انصاف اگر یک ذره هم باشد پیشروی کند، او را میگیرد و به 1001 جرم زندانی میکند. اما من با این انسان مدت 5 سال زندگی میکنم. یعنی هرچی گفتم که این کارت خطا است و قبول ندارد، ولی من اهل نماز هستم، در این کار چی کار کنم؟ یعنی وقتی دیدید که اون نفر قبول کردنی نیست خطاگیش رو، و اون هم در مسئله های کبایر میگویم، یعنی گناه های کبیره، چه مسئله های اعتقادی باشد، مسخره کردن پیامبر، مسخره کردن دین، مسخره کردن احکام های شریعت مثل حجاب و ریش برادران مسلمان و مثل حج رفتن و یا اینکه حلال خوردن و این چیزها. این مسئله ها به وقت یک نفر مسخره میکند، اون هم باز به گردن میگیرد که من آزاد هستم، خواستم مسخره میکنم، نخواستم نه کسی به من کاردار نشود. این حکم این گونه انسان ها، این گونه شوهرها برای یک زن مسلمان این است که با او زندگی کردن حرام است. یعنی وقتی میدونی که شوهر در این مسئله اعتقادی نترسیده از کسی و از چیزی، بالای دینی تو مسخره میکند، بالای حجاب مسخره میکند، بالای بعضی از احکام های قرآن، یعنی وقتی گفته می شود که در قرآن میگوید عرق نخورید، اون میگوید در قرآن 1000 و چند سال پیش گفته شد، خیر من یک بار خوردم باکی ندارد، من با قرآن چی کار دارم؟ انا این مسئله های هست که زنی مسلمان، زنی که نماز میخواند و اعتقاد دینی دارد، با این گونه مرد زندگی کردن برای او هرگز صبر کردم ببخشید اجر میگیرمش نیست. برای که ببخشید برای اون که وقتی که اسلام اومد و اساساً زنهایی که در مکه شوهرانشان در دین خود باقی موندن، تنها هجرت میکردن به سوی پیامبر که ما اسلام آوردیم، شوهر ما در جایش هست، ما چیکار کنیم؟ و آیت هم نازل شد که هرگز آنها را به کفار بر نگردانید. و دخترک پیامبر زینب، دختر محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله رو میدونیم که از ابوالعاص، مدامی که انسانی با اخلاق بود و اما در دین اسلام نبود و دشمنیش با دین بود، پیامبر گفتن از هم جدا میشوید، با هم زندگی نکنید. و این مسئله رو تو صبر کن. یعنی وقتی رفته میگوید که شوهری من در مسئله دین من، در مسئله حجاب من دشنام میکند، نشسته قرآن میخونم، قرآنم رو دشنام میکند، من میگویم پدر و مادر من اهل نماز هستن، حتی ببخشید نماز پدر و مادر من رو دشنام میکند، از این انسان چی انتظار میشوید؟ و او گفتم قبول نکرد، با او گریه کرده گفتم قبول نکرد، با او مهربانی کردی گفتم قبول نکرد، با او گفتم که پس چرا مرا گرفتی؟ گفت برای اون که من فقط خواستم یک زن پاکدامن در خانه من باشد. با این گونه مردها من صبر میکنم و اجر میگیرم، در یگان جای شریعت وجود ندارد، چون مسئله اعتقادی هست و هر خواهری که هر مادری که میگویند که خیلی زیاد هستند، شکر پروردگار که میگویند در حقیقت من همسر مقام دارم فلانی، حتی بعضیشون نام شوهر رو میگیرن که میگویند شوهر من فلانی است و میدانید، و در خانه هم عیناً با دین مسخره بازی میکند و حتی مرا زیر شرطه و لطکوب قرار میدهد.
با این گونه مرد زندگی کردن گناه است، با این گونه مرد زندگی کرده صبر کرده اجرم نیست و حتما باید در این مسئله حدودها گذاشته شود و گفت اگر که چنین استی من دیگر دوام نمیدهم، برای اون که اینجا مسئله جدی شرعی آمده است و هر زن هم در این مسئله نباید صبر کند مگر اینکه امیدی هست. یعنی یکی از خواهران بودند، شاید من رو میشنون الان، گفتند معلمه جان همسر من گاهی نماز میخواند گاهی نماز نمیخواند و در مسئله سیگار کشی هم من دیدم که سیگار میکشد و حتی گمانم میگوید بار مست هم دیدم، اما اونگونه از اون کارش خودش هم شرم داشت. در پیش من گفت من به نفسم زور آمده نتوانستم، من این کار رو ترک کردنی هستم، برای همین من زنی نمازخوان گرفتم که شاید همین زن سبب شود که من در همین مسئله های گناه های دینیم دست کشم یا اخلاقم رو خوب کنم و من به تو عهد و پیمان میکنم، من با خود عهد کرده بودم، من با پدرم عهد کرده بودم. یعنی این گونه مردها آره من میگم صبر کنید، چون او گناه کرد و پشیمان است و اصلاح شده نیست و شاید شما سبب اصلاحش میشوید. خیلی زیاد هستند مردهایی که اخلاقا یا گفتیم در مسئله های دیگر دینی به سبب همسر خود که تاثیر کلان دارند اصلاح شدن. این دیگر مسئله هست. این معنیش این نیست که وقتی شوهرت یک گناه کرد و یا یک آلوده به گناه شد و پشیمان شد نه من نباید صبر کنم از این جدا میشم گفت، چون باید پشیمان و توبه کرد و پشیمانی یک نفر را وقتی که در حقیقت آمده صدقاً میگوید و صدقاً در رفتارش میبینید مسئله دیگر است. اما این گونه ای که من گفته ایستادم نفرانی که بر علا مسخره با دین الله دارن، مسخره با شریعت خدا دارن، مسخره با خلق الله دارن که همسر نمازخوان خود مسخره میکنن، سنت گفتید از سنت مسخره بازی میکنن، قرآن گفتید از قرآن مسخره بازی میکنن. با اینها نباید صبر کرد و زندگی را دوام داد. اینجا همه حدودها شکسته شد و باید زن هر چیز زودتر از این گونه مرد خود را جدا کند، وگرنه در گناه شریک می شود و هرگز هم نباید خود را دلخوش کنیم یا گفتیم برای خود آینده های خوش سازیم که انا من با این آدمی حرام خور زندگی کردم و اجر میگیرم، انا با این آدمی که این همه حیاتش فقط مسخره بود، این همه حیاتش تحقیر مردمی مسلمان و دیگر حلال دانستنی خوردن مال مردم، حلال دانستنی نابود کردن آبروی مردم بود، من با این گونه انسان زندگی میکنم و اجر میگیرم. با این گونه انسان زندگی کرده اجر گرفتن در جای نیست. صبر هم در اینجا حدودش تمام می شود و اگر اصلاح کرده نتوانستید ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، همدیگر را در گناه کمک نکنید و اینجا با هم می نشینی همراهش زندگی داره با او چیزی گفته نمیتوانی از ترس اینکه چیزی گفتم قبول ندارد هرگز صبر ندارد. و زنهایی که گمان میکنن با این آدم زندگی کردم و اجر گرفتم خیلی زیاد هستند و حتی نفرانی هم هستند که با این گونه شوهر باید صبر کنی و صبرت اجر میگیری. ببخشید با کدام صبر؟ صبری که یک نفر نه تنها حقوق زنی خود حتی حقوق پروردگار خود را نمیداند که این مسئله الکی مسئله اعتقادی و خیلی خیلی خطرناک می شود. و جز این مسئله های دیگری هم هست که یک نفر دیده و دانسته گفتیم یا پشیمان شوند به یک گناه دائمی هست، یعنی به گناه های کبیره یا گناه های جدی اخلاقی که زن میگوید به محض اینکه من میدانم نمازخوان است اما همین گناهش بر دوام است یا بر دوام مثلا دزدی میکند یا بر دوام به بعضی مسئله ها دست میزند، 1 سال است 2 سال است 3 سال است بر دوام است، من هر چی کردم نشد و این انسان هم میگوید من با همین گناه میمیرم و این زن میگوید من از اون میترسم که این کارش به فرزندان من تاثیر کند، این کارش به زندگی آینده تاثیر کند. وقتی دیدیم که نشد که اصلاحش کرد، اینجا هرگز گناهکار نمیشوید که بگوید که من دیگر دیدم که اصلاح شدنی نیستی نمیتوانم با تو زندگی کنم. اما اگر گفتید نه من امید دارم برای اون که کارهای خوب زیادی دیگر هم دارد و همین گناهش اگرچه بر دوام است اما امید به اصلاح شدن هست، اینجا هیچ مسئله حتما صبر نکرد نیست. لیکن مسئله که ما گفتیم مسئله اعتقادی یا مسئله اخلاقی یا ضرب و شتم هایی که خیلی که
بارها هم میشنویم و حتی در اخبارهای هم میآید زن بیمار است به سبب ضربه هایی که یا لط و کوب هایی که از شوهرش شده است. مدت 20 سال است که مرا میزند، مدت 30 سال است که مرا میزند. صبر کردم که تغییر یابد. انسانی که از علما میگویند هر مرد و زنی که در 7 سال اول زندگی تغییر نیافتن، البته این از نگاه روانشناسان است و یا از نگاه نفرانی هست که در این مسئله خیلی عائله ها رو دیدند و تجربه کردند، میگویند هر وقتی که دیدی که مدت 7 سال گذشت و دیگر زن تغییر نیافت، با همین اخلاق بدی خود باقی ماند، یا مدت 7 سال گذشت مرد در همان اخلاق بدی خود یا همان در غوطه گناه های خود باقی ماند و تو رو با وعده انا فردا اصلاح می شوم، پس فردا اصلاح می شوم داشته ایستاده است، باور نکن. 7 سال دیگر گذشت، دیگر مدت تمام شد و گفتی خودمون قطاره الکی رفت، از پی چیز دیگر شو. حیات کوتاه هست، عمر برای انسانیت از چیزهای یا گفتیم از ارزش‌های هست که به عقب گردانیده نمی شود. نباید با واویلا و حسرت خوردن و این رو اصلاح کنم خوب می شود گفتن بقیه حیات خود را نابود کنیم و خود را بیمار کنیم. و حتی خواهر بودن به نزدیکی 45 سال دارند، میگویند من اکنون بیمار شدم، در 45 سالگی طلاق گرفتم. سببش هم تا 45 سالگی مرا هر هفته تقریبا به یک بهانه میزد، یک بهانه های عادی. اکنون در 45 سالگی وقتی به بیمارستان رفتم و دکترها گفتن ضربه خیلی آسیبی که به مغز سری تو رسیده است، شاید رفته رفته تو رو عموما به یک بیماری های جدی مثل از زبان ماندن، بعضی کار نکردن دست و پا و از این یعنی شل شدن گفتم یا فلج شدن سبب می شود. من تصمیم گرفتم که طلاق گیرم، لیکن الکی دیر شد. الکی دیر شد برای آنکه الکی تا اندازه این زن صبر کرد و گویا که اجر گیرم شرطه خورد که الکی بیمار است و او مرد می تواند از پی همسر دیگر شود، لیکن این زنی که بقیه عمرش بیمار میگذرد به اینکه پاسخ میدهد و یا کی جبران میکند این همه صبر کرده او را. برای همین در این مسئله حتی به پدر و مادران عزیزی که هم شاید اینجا یک مراجعت باشد و صدای مرا میشنوند، هرگز فقط صبر و فقط صبرگویان نه به پسر خود نه به دختر خود نباید نصیحت کرد. باید بگوییم که عزیز من صبر حد و حدود دارد. جایهایی هست که باید صبر کرد، جایهایی هست که صبر گناه هست، نباید صبر کنی. و این مسئله را در همه چیز، حتی در معامله با مردم، در همه حالت هم می توانیم تجربه کنیم و انا این وقت نه ما را کسی خار و ذلیل کرده می تواند و نه ما کسی را حقوقش را پایمال می کنیم. و اینجا عزیزان چیزهای مهمی بود که میخواستم بگویم و گفتم. اکنون باشد به سوالها برمیگردیم و میبینیم که چی سوالهایی هست و تا چه اندازه میتوانم پاسخ گویم. سوال یکم: همسرم مرا پیش فرزندام حقارت میکند، به خانه مست میآید و خانه میدراید، چیزهایی را که طلب میکند کینه و یا چی میگویند در پیش کودک ها نباید گفته شود. چند بار فکر جداشوی کردم اما خاطر کودک هایم حیرانم چیکار کنم. این مسئله هم خیلی خوب شد که سوال دادید که مسئله کودک ها، انا همین مسئله فداکاری به خاطر کودک رفته است که هایی هستند که عیناً همین قصه که الان گفتم که خواهر 45 ساله که به بیماری گرفتار شد، وقتی گفتم آخر این همه ضربه هایی که بار چشمم رو کفون، بار بینیم شکست، بار دست راستم شکسته بود، آخر چی خیلی می شود صبر کرد. میگویند آخر من 4 فرزندم بود، من به خاطر 4 کودکم صبر کردم. لیکن این کودک ها اکنون دوامش کودک ها کلان هستند. 2 دختر ببخشید 3 دختر به فکرم به خانه هست، یک پسر دیگر زن گرفتنی هست. بیماری این رو آیا همون 4 کودک از 45 سالگی بقیه عمر زن رو میگویند می تو به خاطر ما زندگی رو دوام دادی و خود رو بیمار کردی و شرط خوردی و معیوب شدی، ما اکنون زندگی خود رو به تو فدا میکنیم، یعنی جبران این همه کاری که به ما کردی اکنون از ما میبینی. البته دیده نمیشود. برای همین
اینجا مسئله این است که این رو بدانید که این وعده الله است که نحن نرزقکم و ایهم. رزق دهنده کودک ها و تمام پدر و مادران این خود الله است. اگر از پدرش جدا شدم کودک ها گرسنه میمونند، از پدرش جدا شدم گرسنه ها ببخشید کودک ها تماما بیمار میشوند یا بیروحه میشوند. با این پدر چی میشوند؟ یعنی بعضی مردهای هستند که آنها به فرزندان خود خطر هستند. انا برای همین در اسلام هم زندان وجود دارد. در اسلام هم تا حد بعضی از انسان ها را ینفوا من الارض باید از جامعه دور کرد. یعنی آیا همین پدری که یا همسری که گفته ایستادید که می آید حقارت میکند یا همیشه مست است یا چیزهایی میگوید که کودکان نباید شنوند، این چی پدری کرده میتواند؟ همین انسان چگونه میتواند کودک خوب میگیرند؟ برای همین به این مسئله نگاه کنیم. آره اگر یک تا دو تا خطاگی باشد مسئله دیگه، اما مردی که هر روز همین رو میکند، هر روز همین کارش هست، کودک ها بجز این که از این گونه پدر ضرر بینند هیچ فایده نمی بینند. برای همین از پس شوید، یعنی این چیز رو به حالش مونده کودکانم است و صبر میکنم نه، بلکه راه چاره رو بینه. من نمیگویم اولین قدم طلاق باشد، اولین قدم هرگز طلاق نیست. میشود صحبت کرد، خویش و تبا رو به میان آورد، به بعضی از راه ها تهدید کرد یا به بعضی از راه ها یگان راه مرسا رو پیدا کرد، اما همش رو سنجیده نشد. دیگر باید از پی خود و فرزندان شد، برای اون که پگاه بس فردا حیات میگذرد و زیر این حسرت ها که وای که این امروز هم باز همین کار رو میکند، وای که پگاه هم میکند، انسان عمرش رو میدهد و نه به چیزی از دنیا نائل میشود و نه با اون صبرهای دروغینه که ما اجر میگیریم نباید خود رو دلخوش کنیم. سوال دیگر، اپا جان همین مردکا زنک میزنند، زنک زورش رسد هم تا افتاده موندنش لط و کوب میشود، طرفی شوهرش دست نمی بردارد. اجازه تایی که زنک هم شوهر بیادب رو زورش اگر برسد بزند. من اینجا شوهر رو زنید نه خود را حمایه کنید میگویم، خود حمایه کنید در برابر همه کس و همه چیز است. یعنی وقتی که در حقیقت میدانید که تا اندازه لط و کوب میکند که بیمار میشوید و یا تا اندازه هر روز دستش دراز است که او هیچ خوفی ندارد و میدونید که مقابلیت نشان دادید و کمی به خود می آید، البته از خود حمایه کنید و در جای آمادگی نیست که تو میتواند تو رو بزند و تو صبر کن. وقتی میگویند در اسلام واضربوهن هست یعنی زنها رو زنید، این مسئله اتفاقی هست که زدنه که زن از آن یگان آسیبی نبیند، یعنی سیاه و کبود و شکست و ریخت نشود. فقط زن کمی ترسد که این مرد سیاست هم دارد و این مرد حتی دست برداشته هم میتوانست است. این مسئله اتفاقی است، اما وقتی شکست و ریخت یا تا حدی هست میتوانید از خود دفاع کنید. و حتی یک قصه هم هست که یکی از خواهران از طرف جنوب گفته بودند که میگویند ما 5 کودک بودیم، میگوید هر روز پدرم مادرم رو میزد، هر روز این یعنی این منظره بد میگوید در چشمان من هر روز هم جلو میدهد. و باره وقتی پدرم همین کارو کرد دیگر مادرم گفت من از این طلاق میگیرم، من دیگر هر روز طاقت ندارم. با اون که میگوید مادر من از پدرم هم قدش بلندتر بود هم جسهش کلانتر بود، لیکن میگفت به شوهر دست برداشتن کدام میگفت است که طلاق میافتد و نباید خود را حمایه کند. تا اینکه میگوید پدر بزرگم یعنی پدر همین مادرم به خانه آمد و گفت دخترم هرگز فکر طلاق نکن، چون 5 کودک داری، این کودک ها هم هرچی باشن پدرشون عرق خور نیست، حرام خور نیست، فقط دستش دراز است که در بعضی مردها همین گونه یک بیماری هست. تو از خود حمایه کن، همین که میزدنی شد تو هم یکون چیز رو بگیر که من هم میزنم، نزن، یعنی از خود حمایه کن. خواهرک میگوید به الله قسم از روزی که مادرم خودش رو حمایه کردن رو شروع کرد دیگر پدرم دست نمی برداشت. و من اینجا میگویم اگر دیدید که شما از خود حمایه نکردید تا حد لط و کوب میشوید که بعضی شکست و ریخت، البته از خود حمایه کنید و هیچ جای گناهش هم نیست، لیکن این معنا این رو ندارد که هنوز شوهر نزده از او پیشتر دست برداریم که البته این مرد زن رو به گناهی کبیره میبرد. سوال دیگر،
мардаки занакбоз намоз хонад, намозаш қабул аст ё не? дар бораи мардаки занакбоз агар зиноро дар назар дорем бояд нигоҳ кунем. Агар ӯ ин чизро ҳалол медонад, яъне зино ҳалол аст, ман мекунам ва ман ба ояте ки зино ҳаром аст амал намекунам мегӯяд, намозаш қабул нест. Барои он ки масъалаи эътиқодӣ ва ҳар касе ки ҳалоли бар аълоро ҳаром кард ё ҳароми бар аълоро ҳалол кард, ӯ дигар на намозаш, на садақааш, ҳеҷ чизаш қабул нест. Аммо ӯ медонад ки ин кор гуноҳ аст, ба нафсаш зӯрӣ карда наметавонад, дар ин ҷо намозаш қабул, аммо гуноҳаш барои зино давом додан мегирад. Шавҳари ман як гуноҳи пеш аз шавҳар карданамро медонад. ҳар доим ёдовар шуда маро азият медиҳад. вақте талаби ҷудоӣ кардам, мегӯяд ки ба ҳар ки шавҳар кардӣ меравам, ӯ айбата нақл мекунам. як камбудӣ фақат шабу рӯз дар пешам мезанад, ҳайронам чӣ кор кунам. пеш аз ҳама хоҳари азиз инро донед ки чӣ хеле ки гуфтем куллу бани адама хатоун. як шумо не, дигарҳо ҳам хато кардаанд. шояд ҳамин шавҳари шумо ҳазору як хатоҳои бадтар аз ин хатогии шуморо карда бошад. барои ҳамин ҳаргиз аз хатои пештараи худатон шуда касеро нагузоред ки ба гуфти худамон шуморо шантаж кунад. агар гуфт, шумо гӯед ин дар хурдиам буд ё дар замоне буд ки ҷоҳил будам ва ту ҳам ин корро хоҳу нохоҳ ба ин кор муртакиб шудаӣ ва ман аз ин ягон ҷои хиҷолат намешавам. вақте ки шумо аз ин гапаш эҳсоси хиҷолат накардед ва гуфтед ман кардаму тавба кардаму пушаймон ҳастам ва Аллоҳ таввабу раҳим аст, ба ту ҳам коре надорам, вай дигар намегӯяд. не, агар ӯ гуфту шумо шарм доштед, яъне ӯ нуқтаи заъфи шуморо ёфтааст, ҷое ки метавонад ба шумо зарба бизанад ва шуморо бо ҳамин кораш таҳқир кунад. вақте як бор дубор гуфтед ки ин кор шуду гузашту, ман аз ин корам пушаймонаму тавба кардаму дигар ҳечи иваз намекунам, аз таънаи ту мекардагӣ ҳам ман ҳеҷ боку ҳаросе аз касе надорам, ӯ ин корашро давом намекунад. барои ҳамин ба ҷои тарсидану пушаймон шудан, услуби суҳбат кардан ва услуби чӣ гуна ба ин мард фаҳмондан ки бо ин кор шуморо наметавонад бишканад, инро бояд омӯзед. саволи дигар: мардаке ки кӯдаконро бераҳмона мезанад, агар халос карданӣ шавӣ, худатро низ пеши фарзандонат мезанад, чӣ гуна мешавад ӯро ислоҳ кард? пеш аз ҳама бояд бидонем ки ин мард чаро мезанад, яъне ба кадом сабаб мезанад. агар дар вақти хатогиҳои кӯдак мезанад, пас ин мард дигар ҳаст аз марде ки бехатогӣ ҳам мезанад. баъд оё задани кӯдаконро баъд аз ҳамин корро карданаш пушаймон аст ё пушаймон нест? баъд аз вай ҳам мегӯяд хуб кардам ки задам, назанам намешуд. пас кӯдакони чандсоларо мезанад. инҳоро ҳамашро бояд донем, баъд роҳи ислоҳашро бинем ки шояд бемории аъсоб дорад, аъсобаш хурд аст ё ягон бемории равонӣ дорад ва ё ин ки худашро дар вақти хатогиҳои кӯдак ба даст гирифта наметавонад, ки дар ин ҷо модар бидонад ки чӣ гуна мешавад ба кӯдакон фаҳмонд ки ҳамин хатогиҳои ҷиддӣ падаратро асабӣ мекунад, чун асабоният дар ҳама ҳаст. аммо барои ба саволатон ҷавоб додан комилан бояд дар бораи бубахшед ин мард ки ба кадом сабаб мезанад ва аз кай ҳаст ва чанд сола кӯдаконро мезанад, инҳоро бояд омӯзем. саволи дигар: отаи кӯдаконам фақат садоша аз телефон мешунавам. баъди 2 моҳи хонадоршавиамон Русия рафт, дигар наомад. фарзандамон 6 сола шуд, падарашро надидааст. ба кӯдакам падар мебояд, ба ман шавҳар. намедонам чӣ кор кунам. чанд бор талаби талоқ карданӣ шудам, аммо чӣ фикрҳои сарам меояд сабр мекунам. намедонам сабри ман то кай бошад. мегуфтед ман чӣ кор кунам? пеш аз ҳама бидонем ки сабр ҳасту ӯ шароит дораду намеояд, пас ӯ шуморо мехоҳад. яъне касе ки шароит дорад ки биёяду шуморо бубинад ё шуморо бубарад, аммо на меояд, на мебарад, дар ин вақт дунболи касе бош ки дунболи ту бошад. аз пайи касе шавед ки ӯ ҳам аз пайи шумо ҳаст. ба қадри касе расед ки ӯ ҳам қадри шуморо медонад. яъне худро инқадар фирефта ё худ мунтазиру муҳтоҷи он мард насозед. лекин агар фаҳмидед ки ӯ ба сабабҳои худ намеояд ва шуморо ба наздаш нагирифтан ё наомаданаш сабабҳои ҷиддӣ дорад, ин вақт сабр кунед ки ӯ маъзур аст, узр дорад. ва инҷо саволи дигар, ё гуфтем саволҳо ба поён расид. на, саволи дигар дорад меояд. ҳамин масъалаи дурӣ ҳам
بیاید کمی به همین هم روشنی اندازیم. مسئله که بسیار خواهران میگویند مدت 4 سال است نآمد، مدت 2 سال است نآمد، مدت 10 سال است نآمد، یک باره نمیشود زود قضاوت کرد. برای اینکه بعضی از مردها در حقیقت مدت نآمدنشان یا در آنجا موندنشان یک سبب دارد و یک باره او مرا بد میدیده است طلب طلاق میکنم. نه، باید اول بیاموزیم که سبب چی است. لیکن مسئله این است که او شما را نمیخواهد و به خاطر پدر و مادرش زندگی دارد یا عموما همسر دیگر دارد و فقط میگوید من در نزد پدر و مادرم همان بماند، همین را فقط خواستم. برای یگان زن درست نیست که به این گونه زندگی صبر کند، برای اون که اینجا حیات میگذرد. یعنی این دخترک 6 سال است، الکی گفتیم 20 سال اگر ازدواج کرد 26 ساله شد، بعد از 6 سال دیگر میرود 32 سال عمر با همین انتظاری تمام میشود، در حالی که هر یک کس حق و حقوق برای زندگی خوشبختانه دارد. و سوال آخران، پسر شوهرم دائم در نبود شوهرم مرا میزند، بی‌ادب است. در مکتب معلمه هستم. اگر به شوهرم گویم باور نمی کند. میگوید تو بچه مرا بد میبینی، میخواهی مرا از پسرم جدا کنی، میخواهی من پسرم را به تقاهایش دهم. مادر پسرش وفات کردگی. از روی شریعت من چی باید کنم؟ از روی شریعت دلیل پیشنهاد کنید. الان تلفن هست، کامera گرفتن و نوار ثبت کردن هم مثل دو شدگی هست. شما در این وقتی که یک بد اخلاقی رو نشان دادنی شد یا زدنی شد، کاری کنید که به نوار افتاد و این را یا صدایش را حتی به شوهرتون فرستید. یعنی با دلیل، وقتی که باور نمی کند پس او دلیل می خواهد، با دلیل به شوهرتون نشون دهید که این چنین است و فهمید که سببش هم چی است، بد اخلاقیش از کدام سبب، و شاید کودک رو هم فهمیده شود شاید یگان بیماری دارد یا شاید در حقیقت از شما یگان کمبودی هست، یا شاید این است که او شما رو نمیخواهد و با هزار یک بهانه میخواهد از خانه شما برود. این رو هم دانیم، لیکن به هر حال پدرش حتما باید از این آگاه باشد و با دلیل قانع کننده باید به او این رو پیشکش کنیم. و درباره پسرخوان یا گفتیم ببخشید پسر شوهر و دختر یا پسر زن که ربیبه هم میگویم، یک مسئله دیگری هست که واقعا یک مسئله داغ است. یعنی ظلم و ستم نسبت هم دیگری، بعضی بد اخلاقی، بعضی بد رفتاری، این هم یک مسئله هست که با هم در این باره صحبت کنیم. و اینجا عزیزان به پایان برنامه میرسیم. سپاسگزارم از آن که در این برنامه با ما بودید و در پیام هم با ما هستید. الهی همیشه در تمام زندگی، چی در امور عائلوی باشد، چی در کارهای پیشرفت حیات، در هر جا باشید هم موفق باشید و پروردگار هرگز خار شدن و محو شما نصیب نکند. عزیز باشید، شریف باشید و همیشه با عزت نفس زندگی کنید. علل خصوص خواهران عزیز و زنهایی که طول عمر خود را با آرزوی به صبر نائل شدن در زیر پای یک نامرد حیات خود را گذرانیدید. باز میگویم به خود آییم ببینیم که آیا عمر کوتاهی که پروردگار به ما دارد سزاوار آن هست که همش را فدای نفری کنیم که هرگز به قدر ما نرسید و نرسیدنی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.